خب بریم امروز یه دیزی بی‌نظیر درست کنیم. فقط من گوشت رو گذاشتم بجوشه که چرکاش کاملا در بیاد، که خودتون دارین میبینین کثیفی گوشت رو. تا بریم برای مرحله بعدش. این کاملا که جوشید من میشورمش، بعد تازه میریزمش توی دیزی. بریم امروز یه آبگوشت بی‌نظیر در واقع دیزی درست کنیم. ابتدا نخود رو به این صورت که میبینید میریزم تهش. مرحله اول نخود، بعد گوشت سردسته که باید حتما چرب باشه، میچینم تهش. و یه تیکه دنبه و یه تیکه دیگه هم گوشت سردست. باید حتما گوشت آبگوشت چرب باشه. یه حبه سیر، در واقع یه پیاز و به میزان یه دونه پیاز رنده شده. و 2 تا هم گوجه. سیب زمینی رو با رب و مرحله آخر میریزیم. رب رو باید با این ادویه فلفل و زردچوبه و نمک تفت بدیم و اینو فقط الان آب جوشش میکنیم. فقط برای دیزی باید آب کاملا جوش باشه و روی شعله قرارش بدیم به این صورت. بری که بپزه. درش هم بذاریم. به این صورت باز قرار دادم. شعله پخش کن و گذاشتم. با شعله کم میذاریم که بره بپزه. مرحله بعدش 2 ساعت تقریبا پخت. زردچوبه و رب رو اضافه میکنیم. ادویه‌اش رو کمی تفت میدیم. این میزان خب رب رو اضافه میکنم. به این صورت. بره که کامل بپزه. بریم سیب زمینیاش هم بذاریم که بپزه. مرحله آخر